واقعا در دوران استقلالیت ساحه معارف کشور رو به انکشاف نهاده است. در این دوره سلسله مکتب‌های نو و تیپ زمانوی در تمام شهر و نواحی کشور قامت افروختند که هدف اساسی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از بنیاد آنها بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت نسل نورس و جوانان میباشد. نتیجه غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد که سال تا سال مبلغ‌گذاری ساحه معارف افزوده، ساختمان مکتب و صنفخانه‌های ایلاوگی صورت گرفته، زمینه مادی و تکنیکی تعلیمگاه‌ها تحکیم می‌یابد. در ناحیه شهرنو نیز سال 2020 چندین صنفخانه‌های ایلاوگی و مکتب ساخته به استفاده داده شد که امروز در آن خوانندگان با تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. اهل کارمندان شعبه معارف نوین شهرنو سال 2020 رو با یک قطار دستاوردها جانبست نمودند و پیش از همه در سال 2020 ساخته به استفاده داده شدن یک قطار مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی که با سهم پیش از همه صاحبکاران و دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی بود که در مرکز ناحیه ساخته به استفاده داده شدن مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی نور عرفان که برای 150 نفر تربیت گیرندگان می باشد و همزمان باغچه نزاکت که در جماعت دهاتی به نام اکرم حسنوف و دیگر مؤسسه ها ساخته به استفاده داده شد که در آینده اهل معارف ناحیه شهرنو باز کوشش به خرج می‌دهیم که بیشتر باز با دستاوردهای نظررس نائل گردیم. برای در سطح بلند استقبال گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در یک چند جماعت و دهات نیز کارهای زیادی را به انجام رسانیده، بنگاه‌های طبی و خانه‌های سلامتی به استفاده داده شده است. ساکنان در دهه‌ها که تا این وقت از خدمت رسانی طبی بی بهره بودند با دستگیری مقامات اجرایی محلی و ساکنان خیرخواه و آبادکار دیارشان از خدمت رسانی طبی برخوردار گشتند. قید کردن به مورد است که جهت بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان به مؤسسه بیمارخانه مرکزی ناحیه شهرنو 2 عدد افت-ماشین مخصوص گردانده شده یاری تجلیلی دسترس گردیده شد. اینچنین برای بهتر نمودن خدمت رسانی و برای پیشگیری بیماری سیرویتی و غیر سیرویتی تجهیزات‌های بی‌ضرر کننده هوا، گنراتور اکسیژنی، پولس اکسیمتر، اینچنین دستگاه اکسیژنراتور دسترسی مؤسسه گردانده شد. ساکنان این گوشه کشور همیشه در کوشش آنند که بهر آبادی و سازندگی محلی زیستشان سهم باسزای خود را گذارند.